سراغ شما چاقهای دوست داشتنی، توپولا، اونایی که اضافه وزن دارن چه بسا، و فراتر از چاقی فربهند. من که مشکل ندارم آقای دکتر. نه الحمدلله من مشکل ندارم. این مبسوط بودن نگاه شماست که اگه احیانا چیز دیگه ملاحظه می‌فرمایید. گفتیم به چه کسی میگن چاق. خب یه معیار داره. الان شما فرض من چاق هستم یا نه، ما معیار داریم، فرمول داریم که شاخص توده بدنی، حتما شنیدید، از تقسیم وزن فرد به قدش به توان 2 به دست میاد. صحیح. و اگه بالای 30 باشه خب چاق حساب میشه. بالای 30 زیاد نمیشه به نظر گفت که شما چاق هستید یا نه. این پس مشخص شد کی چاقه. عللش صحبت کردیم، حالا بخوایم تو یک دقیقه خلاصه کنیم. علل اصلیش گفتیم ژنتیکه و سبک زندگی ناسالم که میتونه مصرف زیاد کالری باشه و خب حالا تحرک کم. علل جزئی تری بود مثلا کمخوابی، گفتیم هورمون لپتین تو بدن کم ترشح میشه در اثر بیخوابی و گرسنگی، فرد ایجاد میشه، سیری از بین میره. هورمون لپتین هورمون سیریه. گفتیم که استرس، تنش ها میتونه با ترشح کورتیزول باعث بشه که فرد اشتهاش زیادتر بشه، چربی تو بدنش ذخیره بشه. در مورد افزایش سن صحبت کردیم. کسایی که سنشون میره بالا، متابولیسم و سوخت ساز بدن میاد پایین، با همون کالری که قبلا مصرف میکردن الان اضافه وزن پیدا میکنن، باید بیشتر مراعات کنن. یه اصطلاحی هم کالری کمتری دریافت کنن. دقیقاً. یه اصطلاحی هم به کار بردیم به اسم اعتیاد به خوردن. گفتیم که ثابت شده بعضی خوراکی‌ها، شیرینی‌جات که فرد مصرف میکنه، از مغز یه هورمون یا ماده ترشح میشه، دوپامین یه هورمونیه که به طرف حالا احساس خوشایند و رضایت و سرخوشی میده. این باعث میشه، این تجربه باعث میشه که یک جذبه و کششی فرد به سمت اون مواد خوراکی مجدد داشته باشه. بله. یعنی حالا جدیداً دانشمندا به اسم اعتیاد به غذا بهش اسم میبرن. یعنی این نیست که حالا هر فردی کشش به غذا داره همش دست خودش باشه، مقدارم به خاطر سیستم بدنیشه. خب حالا برسیم به بله یه مقدار زیادش ناخودآگاهه. برسیم به عوارضش. این که ما حالا اصلا چقدر در مورد چاقی صحبت میکنیم. چاقی دومین علت مرگ و میر قابل پیشگیری بعد از سیگاره در کل دنیا. یعنی اینقدر باعث عوارض و مرگ و میر چه مستقیم چه با عوارضی که ایجاد میکنه میتونه باشه. بخوایم شروع کنیم از دیابت شروع میکنیم که خیلی شایعه. دیابت خب میدونید دو نوع، دیابت نوع 1 داریم، نوع 2 داریم. نوع 1 که معمولا از بچگی شروع میشه، انسولین تو بدن ترشح نمیشه، درمانش هم انسولینه. اینی که مد نظر ما دیابت نوع 2 بله. معمولا تو بزرگسالان ایجاد میشه و خب معمولا حدود 50 تا 100 برابر در افراد چاق بیشتره. اینا یه مقاومت به انسولین دارن، یعنی تو بدن انسولین ترشح میشه ولی سلول‌های بدن به انسولین جواب نمیده. علتش هم میتونه همون چاقی باشه. حالا انسولین معمولا تو بدن چیکار میکنه؟ قند خون که میره بالا به سلول دستور میده که این قند رو بسوزونه، صرف سوخت ساز و متابولیسم بدن بکنه یا نه به صورت چربی ذخیرهش بکنه. الان اینجا وقتی انسولین دستور میده که این قند رو شما بسوزون و به صرف متابولیسم بدن بکن، سلول تابعیت نمیکنه، یعنی مقاومت داره به اون دستوری که انسولین میده و خب باعث میشه که تبدیل به چربی بشه، افزایش وزن پیدا بکنه. حالا فرد وزنش که کم بکنه، این مقاومت به انسولین از بین میره. خیلی از افرادی که دیابتی هستن، دیابتیکن، حتما حالا شنیدید، وزنشون که کم میکنن اصلا گاهی اوقات کامل نیازشون به دارو رفع میشه، یعنی کامل دیابتشون کنترل میشه. حالا باید چجوری به این سلول بگیم حرف انسولین گوش بدید؟ وزنشون رو باید کم کنن. یکی از علل این که مقاومت، یعنی شما انسولین تو بدن داری، سلول تابعیت نمیکنه، علتش همون چاقی است و این یه سیکل معیوب میشه. یعنی شما این اتفاق میفته، مقاومت به انسولین پیدا میشه، چربی بیشتر تو بدن ذخیره میشه، فرد چاق‌تر میشه، دوباره ادامه پیدا میکنه. یه جا با این سیکل بشکنه. فشار خون چیه دکتر؟ فشار خون هم که باز یکی از عوارض چاقیه. چاقی باعث میشه که ضربان قلب بره بالا ولی عروق محیطی بدن تغییر نکنه. اینه که فکر کنید یه حجم زیادی ماشین توی بزرگراه وارد خیابون باریک بخوان بشن. دقیقاً همین حالت تو بدن ایجاد میشه. پمپاژ قلب خیلی زیاده، عروق بدن ثابته، یه فشار خون ایجاد میکنه که خودش میتونه تبعاتی به دنبال داشته باشه. حالا در مورد بیماری قلبی باز بخوایم بگیم، بیماری قلبی، سکته قلبی حدود 6 برابر در افرادی که نسبت به افراد عادی هستن از نظر وزنی بیشتر دیده میشه. علتش هم باز
بخوایم بررسی بکنیم، یکی از علل اصلیش اینه که چاقی باعث میشه که تعادل چربی‌های خون به هم بخوره. توی خون ما می‌دونید دو نوع چربی معمولاً عمده داریم، کلسترول داریم و تریگلیسیرید. کلسترول که به عنوان چربی مضر همه میشناسنیمش، ولی یک نوع چربی کلسترول هست توی خون به اسم HDL. بله. این HDL علیرغم اینکه کلستروله ولی کلسترول مفیده، باعث میشه رگ‌های قلب باز بمونه و پایین اومدنش باعث میشه که تنگی عروق ایجاد بشه. حالا چاقی کاری که میکنه، یکی از کارش اینه که این HDL پایین میاره. پایین اومدن HDL مساوی است با رسوب کلسترول مضر توی عروق قلب که حالا بهش میگن آرتروسکلروز یا تصلب شرايين و در انتها باعث سکته قلبی میشه. از اون برم LDL رو بالا میبره. بله آفرین، کلسترول مضر هم بالا میبره، در مجموع باعث ایجاد مشکل قلبی برای فرد میشه. خود اون فشار خونی هم که فرمودید خودش هم به این اضافه میشه، باز میتونه باعث بروز سکته‌های قلبی توی فرد بشه. فکر میکنم که کم تحرکی و برشبه تخریب مفاصلی مثل مفصل زانو و آرتروز و اینا هم باید اضافه کنیم. یکی از عوارض خیلی شایعش همینه. الان شما فرض کنید فردی که میاد عمل میکنه یا نه رژیم میگیره، به هر طریقی در یک ماه 2 ماه 15 کیلو کم میکنه. خب این 15 کیلو شما فرض بکنید ما خودمون یک وزنه 15 کیلویی، یک حالا چی مثال بزنم، یک کیسه برنج 15 کیلویش به شکمون ببندیم راه بریم، چقدر دووم میاریم؟ حالا به شکل مزمن فکر کنید چندین سال این فرد اینو با خودش حمل کرده، اضافه وزن رو. خب مفصل زانو، مفصل لگن، اکثرا اینا مجبور میشن به تعویض مفصل، یعنی بعد از چند سال یا زانوشون یا لگنشون اکثرا اینقدر ساییدگی پیدا میکنه که مجبور میشن تعویض بکنن. یا مفاصل باز یا دیسکای کمری اکثرا دارن که اینم توشون شایعه، یکی از عوارض شایعه. باز بخوایم از عوارضش بگیم، مشکلات مغزی، سکته‌های مغزی هم باز در اینا خیلی زیاد دیده میشه. یعنی چاق‌ها بله بیشتر دچار سکته مغزی میشن؟ حدود 60% بیشتر از افراد با وزن نرمال بخوایم به آمار بگم. باز یکی از عللش همین وجود کلسترول‌های مضر توی خونه. یکی این که قبلا هم صحبت کردیم در مورد عوارض جراحی، گفتیم کسایی که وزنشون بالاست انعقاد پذیری خونشون میره بالا، یعنی خونشون زود لخته میشه. حتی گفتیم حین عمل ممکنه توی رگ‌های پا خون لخته بشه، اون لخته بیاد کنده بشه و آمبولی ریه و عوارض ایجاد بکنه. تو افراد چاق این مشکل هست، یعنی خونشون خیلی زود لخته میشه. حالا این لخته ممکنه کنده بشه، بیاد تو عروق مغز سکته مغزی ایجاد بکنه، یا بیاد توی عروق ریه و عروق قلبی و سکته قلبی ایجاد بکنه. مشکلات روحی روانی هم ایجاد میشه؟ مشکلات روحی روانی که معمولا کسانی که چاقی مفرط دارن، یعنی بی ام آیشون بالای 35 تا 40، اینا خب هم یه اعتماد به نفسشون معمولا پایین میاد. از نظر حالا پذیرش اجتماعی مشکل پیدا میکنن تو محیط کارشون، توی روابط اجتماعی، روابط خصوصیشون. بله 100% جزء مواردیه که خب الان روانشناسان باز تو این زمینه خیلی مراجعه کنندگانشون افرادی هستن که تو این زمینه مشکل دارن. یعنی آقای دکتر هیچ سودی نداره این چاقی؟ چرا مثلا ما میگیم چاق‌ها آدمای برونگرا، خوشخنده، خوشقلب و خوشگل‌ترین؟ یعنی هیچ کدوم اینا رو شما قبول ندارید؟ ببینید اینکه میگن میشه در مورد مزاج‌ها صحبت کرد. بله کسی که اینجوره مثلا فلان طبع داره میتونه چاق باشه، میتونه خوش اخلاق باشه، میتونه اون باشه، ولی چاقیشو کنترل بکنه، بقیه طبایعشو نگه داره. مشکونه فایده‌ای نداره. یعنی اگه آدم برونگرا و شادی هستین، میتونید چاق هم هستین، اونا رو نگه دارین، این از دست بدین. یعنی چاقی رو بذارید کنار ولی اونا رو باشین. اتفاقا جلسه قبل عرض کردم خدمتتون که قدیما پدربزرگان میگفتن که ان شاءالله چاق بشید، چاقی نشون سلامت میدونستن. الان بیشتر مثل یک حالت نفرین میمونه به حقیقی که باید میگیم چاق باشید. و باز یکی از مشکلات که میتونه ایجاد کنه مشکلات هورمونی تو خانم‌ها. خیلی از خانمایی که نازایی دارن مشکلاتشون میتونه به خاطر چاقیشون باشه. این چاقی باعث میشه که تعادل هورمون‌ها به هم بخوره. هورمون‌های زنانه تمایل دارن تو بافت چربی ذخیره بشن، اونجا تبدیل به هورمون‌های دیگه میشن، این تعادل هورمونی به هم میخوره و باعث ناباروری و نازاییشون میشه. باز میگم یکی از درمان‌های نازایی تو خانمایی که این مشکل دارن، اولین توصیه که بهشون میکنن را متخصص زنان یا حتی جراحانی که وزنشون رو بیارن پایین. اول خیلی با کاهش وزن این مشکلشون بهبود پیدا میکنه. تو آقایون هم باز مشکل هورمونی ممکنه پیدا بکنن، اونم تعادل هورمونیشون که به هم بخوره میتونه کاهش میل جنسی بده، میتونه کاهش باربری بده و اینا همه ثابت شده است. خیلی خوب. میدونم که خیلی راجع به این موضوع باز میتونیم با هم صحبت کنیم.
مثلا فکر میکنم که مشکلات تنفسی هم مشکلات کبدیش هست. حالا خیلی مشکلات مهمه کبدی که هست. اگر فرصت باشه در موردش باید صحبت بکنیم. امیدوارم که بیننده ها گفت که در گفتن اثری هست که در نگفتن نیست، یا در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. واقعا اگه قرار باشه با این موضوع رو جدی بگیریم تا اینجا که شما عوارض رو فرمودید کفایت میکنه.